дуруд шунавандаҳои гиромӣ, силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ. оғози гуфтори шашум. نصرتالله با شوق قرائت میکرد و آواز شیرین و خوش آهنگی بچه به گوش پدر دریاوار میریخت. فرستاده باید که دانا بود، به گفتن دلیر و توانا بود. های های احسن به تو ای استاد هنری والا. میشنود آواز غوث و شیردار پدر را. او از خواندن می ایستد، سکوت می ورزد. دانستن می خواهد که پدر بزرگوار در این لحظه چی ها می گوید. چی اندرز پسندیده چشمان پراندیشش را به نقطه دخت سخنش را ادامه می دهد. پدر در حقیقت شخصی که از یک ملت، از یک قوم و یا از یک دولت نمایندگی می کند باید هم دلیر باشد و هم سخندان. حضور دوست و دشمن ناترسانه ابراز نظر کند و سخنش را به آنها فهمانده تواند. اگر امیران و شاهان ملک ما نیز به مسئله سفیران و رسولان خویش از نقطه نظر حکیم فردوسی مناسبت می کردند، به منفیت دولت خدمت بزرگی می شد. صد افسوس، صد حیف. زمان دیگر آمده است و دزد و راهزن صاحب منصب و صاحب گپ شده است. با این احوال تا به کجا می رویم کس نمی داند. و بار استاد بر وی کتاب کلانی را برای خوانش داد. کتاب از کثرت دست زدن فرسوده شده بود. تاریخی طبری نام داشت اثر. از این کتاب کهنه و حرفهایش خیره بار اول با تاریخ پیدایش عالم و آدم آشنا شد. نصرتالله شبی دراز کتاب می‌خواند و صبحی بر وقت همراه پدر به سر زمین میرفت و وی یاری میداد. بچه چالاک بود و برای همه کار وقت نیافت. گاها به مادرش نیز شریک میشد. کرسانی پوری خمیر را به صوفه نزد آشخانه می آورد. هیزم شکسته آنها را به نزد تنور می برد. لطفالله رفتار بچه‌اش را می دید و دست به گریبان برده شکرانه می کرد. خداوندا از چشم بد نگاه دارش شو. چیراز می زد او. فرزند من گناهگار شاید چون مرد به وای رسد که دستگیر و مددگار درماندگان باشد. دل نرم و نگاه گرمش از این گواهی می دهد. 1000 بار شکرانه پروردگارا. سال 1897 زندگی مردم کوهستان روز تا روز بیرنگ تر می شد. دنیا همه زیباییش را پیش چشم مردم کمبغل گم می کرد. از تنگ دستی و ناداری آنها بداد آمده بودند و فریاد درد آلود ایشان گوش فلک را کر می کرد. فوج مردکاران هر روز بیشتر می گردید. صدها تن جوانان و نورسان دنیا ندیده، مردان میان سال و ناامید پی دریافت برده نان و تیکه کرباس مرز زادگاه بابایی را زیر کرده عظیمی ملکی بیگانه می گشتند. بعد فوت خدای نظر عطلیق در یک مدت کوتاه چند حاکم عوض شد. اول رحمان قل آمد، یک منگیت بی‌رحم و سنگدل بود. بعد 6 ماه امیر او را باز خواند و به جایش باتوربک را فرستاد. سلطنت باتوربک هم طول نکشید. سال اول حکمرانی به آخر نرسیده به طرز اسرارآمیز وفات کرد. بعضی‌ها می‌گفتند که در مسجد از امیر بدگویی کرده است و گماشتگان او شب هنگام به کاسه خوراکش زهر ریختند. برخی حدس می‌زنند که دولت مردان محلی این کار را کردند. کسی از حقیقت حال آگاه نبود. امیر عبدالاحد خان
از فوت نابهنگام خویشش معنی برداشت. یقین کرد که قراتگینی ها از نو آرزوی استقلالیت دارند. همه زیردستان صادقش را پیش رو آورد. در دربار خویش شخصی دلپور نیافت که به بلاد دور فرستد. میر درواز محمد مراد را به قراتگین خواند. از داخونده های قراتگین احتیاط شو. در خلوت مصلحت داد امیر. مردم سرکش و شجاعند. اگر امکانیت یابند به مقابل امارت بخارا اسیان میکنند. پنهانی گوشنده با ترخان را جستجو نما. به چشم دست ادب پیش بر پاسخ داد محمد مراد. به اقبال شما در آن سرزمین کار کنم که همسایه از همسایه حذر کند. محمد مراد را نزدیکان به خاطر بابا کلان امیر عبدالاحد شامراد خان هم می گفتند. وی از خویشان نزدیک امیر بود. هنوز در جوانی توانست باوری خاندان هم قومانش را به دست بیارد. هنگامی به حصار و کلاب لشکر کشیدنی امیر محرم کارنامه ها کرد. با جسارت و بیرحمی سنگدلی و مردم آزاری نام گرفت. من به دشمن خاندان امیر بزرگ رحم ندارم می گفت با افتخار او. اگر از ذات عالی اشاره شود کودکی در شکم زن دشمن بوده را سر می زنم و دستم نمی لرزد. سالهای حاکم درواز بودن خود را چون مرد سیاستمدار و سختگیر نشان داده توانست. امیر به این مرد باور داشت. حتی گوبرناتور ترکستان که از طرف حکومت پادشاهی روس نظارت امیر را به عهده داشت به این مرد کاردان و مکار اعتقاد پیدا کرد. شخصی کینه‌گیر، بخیل و یکرو و جسور بود. زمان حاکم درواز بودنش یکی از شاهزادگان درواز به مقابل وی اسیان برداشت. مردم جانبیزار به او پیوستند و می‌خواستند منقیت تشنه خون را سر به خاک خنوب زنند. شاهزاده امید داشت انتقام پدر و برادران خویش را میگیرد. از ملک افغان سلاح پیدا کرد. باور داشت که با لشکرش که از شمار جوانمردان غیور و صفدر عبارت بود حاکم منقیت را از تخت دور انداخته مثل سالهای پیشین درواز را مملکت مختار اعلان می نماید. میر مراد در بین اهالی جاسوسان زیاد داشت و آنها خبر اسیان شاهزاده را به حاکم رساندند. حاکم به طرف شورشگران که در یکی از دهه‌های ساحلی دریای پنج جایگیر بودند لشکر کشید. شاهزاده در این جنگ شکست خورد و از دریای پنج گذشته جانب افغانستان فرار نمود. مراد دنبال وی همراه لشکرش از دریا گذشته به خاک افغانستان وارد شد. نزد قلعه راخ قرار گرفت و از دولت مردان افغانستان طلب نمود که شاهزاده و آسیان دیگر را دست بسته با خواری و زاری به خدمت وی فرستند، وگرنه تا شهر فیض‌آباد سفر حربیش را ادامه داده این موضع را به خرابزار تبدیل خواهد داد. نماینده حکومت آن بلاد افغان که برای گفت و شنید نزد مراد آمده بود به حرفهایش گوش داد و چشمش از منقیت جسور ترسید و شاهزاده را زنجیر بند کرده به وی سپارید. مراد شاهزاده اسیانگر را به این طرف ساحل نگذرانیده در پای قصر در حضور سربازان خویش و تماشابینان زیاد وحشیانه قتل نمود. امیر بخارا این کارنامه حاکم خویش را شنیده در مجلس و محفل‌هایش او را ستایش کرد. دیگران را تأکید می‌کرد که مثل مراد پروانه چی نسبت به دشمنان دولت بخارا بی‌رحم و سختگیر باشند. محمد مراد اصیل زاده است. با غرور میگفت امیر این مرد جسور را بیهوده به یاد بابا کلانمان شامراد خان نخوانده ایم.
یقین در شجاعت و جسارت به آن بزرگوار شباهت دارد. کاش صفی چنین مردانی جگردار در بین اغلامانی دربار ما زیاد می بود. محمد مراد مردی بلند بالا، شانه‌وسه و شکمدار، در خوردن انواع نعمت‌ها حریص بود. شاهدان حکایت می‌کنند که هنگام خوراک پیشین یک بره 6 ماهه حصاری را می‌خورد. اسب سواری و شکار را دوست می‌داشت. در معرکه‌های بزکشی شرکت می‌ورزید و با پهلوانان نامدار وادی پنجه به پنجه می‌زد. زمانی پیری خود 17 زن نکاحی داشت که 5 نفرش را در حرم خود نگاه می داشت. زنهای دیگری او در دهه‌های دور و نزدیک قراتگین زندگی می کردند. ماه یک مراتبه به تماشای قلم روش می برآمد. در رکاب خویش چند تن از اشخاص نامدار را می گرفت. ماه به طرف املاکداران قرقیز ها می رفت و ماه دیگر جانب املاکداری آبی گرم و ماه سیوم تا سرحد چیلدره و دیگر مناطق. سفرهای او در حدود قراتگین بعضا تا 1 ماه طول می کشیدند. سال به قراتگین آمدنش به خانه 60 قدم گذاشته بود. حاکم با مردم محلی بیرحمانه مناسبت می کرد. برای کمترین گناه از ساکنان قراتگین جریمه می گرفت. جریمه های وی بعضا تا به 1000 تنگه می رسیدند. هزاران نفر مردان قوه مهنت را به مزد کار می فرمود. حاکم با مقصد بیشتر نمودن اعتماد امیر هر 3 ماه از مردم باج و خراج می گنداشت و آن را به خزینه امیر می فرستاد. عبدالاحد خان از این حاکمی تنپرور و ظالم که خزینه او را از حساب مردمی بی پشت و پناه غنی می گرداند خرسند بود. خویش و تبار حاکم از رفتار وی عبرت گرفته کوشش می کردند که در بیرحمی و ظالمی از بقفا نمانند. خلق زحمتکش از این بدادگری ها به جان آمده به نام امیر عبدالاحد خان نامه های شکایتی نوشتند و از بخارا چند تن از منصبداران امیر برای سنجش آمده مدت مهمان حاکم شدند و باز به بخارا برگشتند. در زندگی طبعه قراتگین دیگرگونی به وجود نآمد، بلکه ظلم و ستم بیشتر گردید. نتیجه همین بود که کاسه صبر مردم لبریز شد. در دهه غاریف دهقانان هنگام جمع آوری خراج به املاکدار، قرچی، شنگلیکچی و خراجغنداران هجوم کرده آنها را تا خنک شدن دلشان کوفتند. قرچی دادر عروس حاکم بود. به خاطر به دست آوردن نسب وی خواهر 14 سالش را به آغوش مراد پرتافت و اکنون سوار اسب منصب بالای مردم دیارش حکم میراند. در ستمگری از داماد پیش صف شد و بعد لط و کوب خوردن هم از کردار زشت خود دست نکشیده، بلکه شماره محافظانش را از حساب طراران شبگرد زیاد کرد. به هر دهی که می در آمد ابتدا چند تن از جوانمردان نامدار را مورد عقوبت قرار می داد. در دهه میتنیان تومن هایید چنین قسمت نصیب دیوانبگی حاکم محمود میراخور شد. محمود از عائله دهقان میانه حال بود. بعد گرفتن منصب میراخوری چند سال کسی از وی گیله نداشت، ولی سالهای حکمرانی میری مراد مردک تغییر خورده به ظلم و ستم دست زد. دهقانان کمبغل به حولی وی حمله آورده باغش را خراب کردند و به کندن خانه‌اش شروع نمودند. فرستاده وی به والی تومن هایید شاه مردان قل منقید خبر رساند که چاره کاری او را ببیند. نوکرانی از مرکز هایید شتابان رسیده پیش راه دهقانانی به غضب آمده را گرفتند. در اکثر دهه‌های قراتگین دهقانان آواز بلند کرده نسبت حاکم و زیردستانش اعتراض نمودند.
حاکم از رفتار ساکنان این دیاری دوردست به غضب آمده در صحن قلعت تاب می‌خورد و زیر لب هر زمان تکرار می‌کرد: داخونده ها، کوهزاده های بیعقل، حالا صبر کنید. شما نمیدانید که محمد مراد با دشمنان خویش چه مناسبتی را روا می دارد. در سینه کوه که به دنیا آمدی از کجا عقل و ادب میگیری؟ از قدیم مردمی کوهزاده بی عقل و بی تدبیر بودند. آدمی با عقل به حکومتداران سر به سر نمی شود. و روزی دیگر امر کرد که از هر دهه 10-12 نفری را به حبس گیرند. سرکرده های حاکم در صحن حولی خانقاه دهه ها خلق را جمع کرده گناهگاران را جزا می دادند. لطوکوب دهقانان آغاز یافت. چند نفر را وحشیانه به قتل رساندند. یکی از قربان شدگان جوانمردی پهلوان و نامدار شاه خاصچی بود که در بازار غرم به قتل رسانده شد. شاه بین مردمی طرف سایه رو از ستمگری حاکم اعتراض کرده آنها را به بی‌ناموسی و ناجوانمردی گناهگار کرده بود. اگر شما ناموس داشته باشید یک منقیط بیوطن به دیارتان آمده به سراتان 4 مغز میشکند و شما مهر خاموشی در لب آرام میستید. وقتی آن رسیده است که به مبارزه برخیزیم، به منقیط فهمانیم که کوهستانی به ظلم و ستم تاب نمی آرد. ظالم را امکان نمی دهد که در دنیای روشن از این بیش تاخت و تاس کند. تو شاه سری جل هر گپ می گویی. به مقابلی او صدا بلند کرد: ملا امام دهه، مردمی بیگناه با فتنه خود به دریای آتش انداختن می خواهی. با کدام سلاح به مقابل لشکر حاکم می جنگی؟ حاکم پشتیبان دارد. امیر بخارا به این طرف لشکری فراوان می فرستد و ظلم بالای خلقها باز بیشتر می شود. اندیشه کن. خیر، تاب آورده خبرداری کنید. به دیگر طرف روی گردانیده با آوازی پست گفت: شاه، به مردم بیچاره طعنه نزن. شاه از نو آواز بلند کرد: ملا امام، پادشاه در زمین سایه لطفی خداوند است. همه کار در روی زمین نظام دارد و بی‌رضاگی پروردگار عظیم و شان پشت پر نمی زند. دنیا را چنین ساخته است: یکی دنبه ناز در دهان و دیگر گرسنه و تشنه. مگر نشنیده ای که بزرگ فرموده است: آن یکی را گنج و نعمت می دهد و آن دیگر را رنج و زحمت می دهد. آن یکی پوشیده سنجاب و سمور و آن دیگر خفته برهنه در تنور. آن یکی بر تخت با 100 ایز و ناز و آن دیگر کرده دهان از فاقه باز. آن یکی را اره بر فرق می نهد و آن دیگر را تاج بر سر می نهد. پند و اندرزت را جای دیگر بگو داملا. سخن ملا امام را با قهر برید شاه. بزرگان جای دیگر از نام خداوند گفتند که از تو حرکت از من برکت. به این حکمت چی میگویی داملا؟ خداوند به فرزندی آدم عقل داده است و باید هر کدام ما برای حق خود تلاش کنیم، زحمت بکشیم و نانمان را حلال کنیم. باید ننگ و ناموس داشته باشیم. شاه از حلقه آدمان برآمد و به طرفی رفت، اما ملا امام باز خیلی مدت مردم را پراکنده شوی نمانده از باب اطاعت رعیت به اولوالامرها پند و اندرز گفت: